نگهدارنده باشین. برادران عزیز، من در گرد امانت هم معلومات هم میتونم. امانت یعنی چی؟ قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظیم. الله مهربان ببینیم میگه ما با فرزند آدم امانت پیشنهاد کردیم. آیا امانت قبول میکنی یا نه؟ قبلا این امانت خدا میگه ما بر زمین، بر آسمان، بر کوها پیشنهادم کردیم. گفتیم آیا این امانت قبول میکنی؟ این اشفقن منها. میگه زمین و آسمان و کوها با همین قدر بزرگیشان ترسیدن. گفتن ما امانت قبول نداریم. و حملها الانسان. انسان میگه این امانت قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا. خدا میگه انسان چی نادان و چی در جانش جبر کنند. امانت برادران عزیز، هر یک امر و نهی که از خداوند رابطه بدین دارد امانت است. مثال چشم امانت است، زبان امانت است، گوش امانت است، پای امانت است، جان امانت است، دین امانت است، قرآن امانت است. همه این امانت است. حتی پیش یک آدم یک گفته را میارد میگه برادر زیاده تو بدانی و من امانت است. یک مال دنیا را در پیشت میماند میگه برادر عزیز همین یک هفته دو هفته پیشت نگه بدار، من آمده بعدا میگیرمش. همون امانت است. برادر عزیز اگر همین امانت شما نگهدارنده باشین، خوش به حالتون که یکی از همون 4 چیزی که با شما باشد دیگر چیزی که با شما باشد دیگر چیزی با شما نباشد، پیامبر گفت پروا نکنید. یکیش همینه. ولی یک حدیثی مشهور داریم، میگه پیامبر ما گفت که خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترین انسان ها، بهترین نفرها، پیامبر ما چی گفت؟ هم عصر منن، یعنی در عصر من زندگی کردگی آدمه. بعد از آن چی گفت پیامبر ما؟ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دویم عصر، سوم عصر بهترین انسان ها، 3 عصر، 300 سال. خب بعد از آن چی گفت حضرت؟ گفت که ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. بعد از آن گفت قومی میاد بعد این 300 سال. خب مسلمان های میان، چه مسلمان هم با خدا قسمش نمیتی، با خدا قسم میخورد. بازی خدا قسم خوری در پیش ما و شما هیچی نیست. ای خدا قسم خوردن در ما ای زن طلاق بسیار میترسید. بازی ای زن طلاق میترسد، ای خدا بزنم نمیترسد. حالا که برادرای عزیز در اسلام آدم مجرم و گناهگار آخران مرحله که باید گویم همون پروکراتورا یا سود اسلامی بپرسد، آخران مرحلهش قسمی با خدای، با خدا قسم میخواد جوابش میده. پیامبر ما گفت نفرهای میان از امت من که یشهدون ولا یستشهدون، با خدا قسم میخورن زمانی که با خدا قسم شو نمیتن. ما را کی مجبور میکنه با خدا قسم کنید؟ خدا من میگیم خدا بزنم والله کمی خیلی قسم نداده. این میگه بیانگری چی است؟ بیانگری او است که بسیار ایمان ها ضعیفند، ترسی از خدا کمه که با خدا قسم میخوری. این خدا زدن برادر عزیز کاری وزبی نه. دویم چیزی که در امت پیغمبر پیدا می شود این چی است؟ میگه
ینظرون ولا یوفون. دویم چیزی که پیدا می شود نظر میکنن وفا نمیکنن. نظر میکنن ولی وفا نمیکنن. دیگر چیزی که در امت می اومده است برادرای عزیز چی بوده است؟ امانت نزدشان گذاشته می شود، در امانت خیانت میکنند. چهارم و یظهر فیه مسلما. چهارم چیزی که در ایسی عصر او طرف پیدا می شود این چی بوده است؟ تن پروری. تن پروری در مردم پیدا می شود. خدا رحمت کند ابو سعید ابوالخیر در کتابش می گفت ای چرخ بس لیل و نهار آوردی. ای چرخ بس لیل و نهار آوردی، گاه فصل بهار و گاه خزان آوردی. مردانی جهان را همه بردی به زمین، نامردان را برای کار آوردی. یکم برادرای عزیز آن چیزی که برای ما بسیار مهم بود چی بود؟ نگاه داشتن امانت. دویم اکنون من مختصر کنم، دویم چیزی که برای ما پیامبر گرامی گفت بسیار مهمه با شما باشد این صدق و حدیثی. دویم باید ما دروغگو نباشیم. ما باید برادرای عزیز دروغگو نباشیم. حبیب خدا میگه بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق. کسی در پدر و مادرش خدمت میکند خدا عمرش دراز میکند. ما برادرای عزیز وقتی سفر میکنیم از بگیم شهرمون بیرون، ما دا بسیار آدمان تکلیفات دارن. پدر و مادرای هستن که ای طرف شما بسیار جفا دیدگی‌اند. پدر و مادرای هستن که ای شما بسیار خفن. شما همین خیال بزرگ کشیدگی که دیگه پدر و مادر را فراموش کردین. شما همین خیال انصاف دور رفتین که مقدساتون را گم کردین. شما نمیدانین که هم جنت و نار. دادر عزیز اگر آسمان که مسخر کنی بگیری هر روز نه هر روز میمری. ولی پیامبر میگه جنت و دوزخ پدر و مادرته. ببینین پدر و مادر دوزخ جنتته. شما برادرای عزیز باید هر کدام حد اقل در 2 روز 1 بار باید تماس داشته باشید با پدر و با مادراتان صحبت داشته باشید. در برابر این با زن و فرزنداتان باید صحبت داشته باشید. اینا را در گوشه فراموشی قرار نده، زیرا شما در جانتان جفا کردید. شما برادران در جانتان جفا کردید. بسیار گله ها داریم، گله هایی داریم که همیشه ایستاده بعضی وقت بگیم که زنهاتون را طلاق میکنید. من میگم تمام کنم. از همین جای ایستاده بسیار تان زناتون را طلاق میکنیم. ما تلفن داریم در یک روز اگر من همین قدری که در 3-4 ماه یک برنامه ما عوض میکنم به نام الله مهربان قسم به جای محبت 150 زبانок در یک روز میاد. 90% همین از طلاق. در آمارها اگر استاتستیکا قطعی حساب کنید در 1 سال در ملک ما و شما 5,500 طلاق. بسیارش از همین جا ایستاده
زنها را طلاق میکنن. آچه مرا خفه کردی، آتای مرا خفه کردی، دادری مرا حال نمیدانی که آچه تو گناهگارای، پدری تو گناهگارای، دادری تو گناهگارای. این از همین جهل نکرده. اونجا علاوت میمونه اونجا طلاق میکنی. برادر عزیز، این راه دین نیست. این راه احترام نیست. ولی خدا خیرتون بده، غزالی در کتابش میگه در 4 روز اگر یک بار با زنت خانه‌داری نکنی تو حق زن را به جا نآوردی. در 4 روز یک بار. خدا برکت چونتی از سال 2 سال سراغ شما نمیکنین، با گویم قاپلی بدم کنیم خرواری در خانه‌تون خدمت کسن. این را شما قدر نمیکنید. بر الوالدین یزید فی العمر. پدر و مادر خدمت کو پیامبر میگه عمرتون زیاد میشود. و الکذب ینقص الرزق. یکی دروغ رزق تا کم میکنه. دروغ رزق تا کم میکنه. دویم چیزی که برای ما لازم بود این بود، پیامبر گفت دروغ نگین. نابسته برادر عزیز، مسلمان ای غیر مسلمان ای تا حق دروغ گفتن نداره. تو باید دروغگو نباشی. میگه ستون، حضرت مولوی میگه ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. همین ستون ابین میگه راست که هست در بهترین پارچه زمین که مسجد ای در مسجد میاد جاش میکنه. یکی چوبه که کج باشد او ای کجیش ضربی تبر دید، او را حتما به تبر راست میکنه. یکی آدمی که دروغ میگه او حتما ضربی تبر میبینه. بچه ها جاز کنید که بچه ها زیاد بدهند، اوقات هم کشیدن ده، باز مقصد چی شود؟ جاز کنید برادر ها همه جا شوند. جاز حسین دو